زیارت مدینه منوره و فضیلت و منزلت آن. در اینجا در مدینه منوره و یا طیبه و یا طابا نبی اکرم صلی الله علیه و سلم 10 سال زندگی کرده و اساسات دولت اسلامی را بنا نهاده. فرمودند این طیبه است، گناهان را محو می کند چنان که آتش پلیدی نقره را نابود می کند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم نیز فرمودند مدینه برایشان بهتر است اگر می دانستند کسی آن را ترک نمی کند با رغبت خودش مگر اینکه الله تعالی به عوض او کسی که بهتر است را جا می دهد. هر کسی که به سختی زندگی آن پایدار ماند، من شفیع و یا شاهد او در روز قیامت هستم. و همچنین نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند به من امر شده به قریه‌ای که به سایر قریه ها غلبه می کند و به آن یثرب می گویند هجرت کنم که آن مدینه است. مردم اشرار را می راند همانطور که دمه آهنگر پلیدی های آهن را دور می کند. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند مدینه میان ایر و سور که نام دو کوه است حرم است. کسی که در آن بدعتی مخالف سنت ایجاد کند و یا بدعتکاری را مأوا دهد، لعنت الله و فرشتگان و همه مردم بر او باد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ابراهیم علیه السلام مکه را حرم قرار داد و برایش دعا کرد چنان که ابراهیم علیه السلام مکه حرم گردانید، من مدینه را حرم گردانیدم. و به مد و ساعش که 2 نوع پیمانه است دعا کردم مانند دعای ابراهیم علیه السلام برای مکه. و نماز در مسجد پیامبر اجر و پاداش بسیار دارد، چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند یک نماز در مسجد من بهتر است از 1000 نماز در غیر از آن مگر مسجد الحرام. و نیز نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند میان خانه و منبرم روضه ای از روضه های بهشت است و منبرم بر سر حوض من می باشد. و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند دجال به مدینه می آید، فرشتگان را پاسداران مدینه می یابد. طاعون و دجال به خواست الله متعال به این شهر داخل نمی شوند. رسول الله صلی الله علیه و سلم برای برکت در آن دعا کرده فرمودند بار الها برکت مدینه را 2 برابر مکه بگردان. هرچند که زیارت مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم از شرط و یا ارکان و یا واجبات حج نمی باشد، بلکه سنتی است که در هر وقت مشروع می باشد و باید که مقصود از زیارت نماز خواندن در مسجد نبوی باشد، نه زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند رخت سفر بسته نمی شود مگر به سوی 3 مسجد: مسجد الحرام و مسجد پیامبر و مسجد الاقصی. و احادیثی که در مورد زیارت قبر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم موجود است، به اتفاق علمای حدیث همه آنها ضعیف بوده، بلکه احادیث موضوعی می باشد که از صاحبان سنن مورد اعتماد کسی آن را روایت نکرده و هیچ یک از ائمه نیز به آن استناد نکردند. و زائر هنگامی که به مسجد نبوی می رسد پای راست خود را پیش کرده وارد مسجد می شود و می گوید ای بار الها درهای رحمت خود را بر من بگشا، یا به عربی اللهم افتح لی ابواب رحمتک. بعد از آن 2 رکعت نماز تحیه مسجد بخواند. اگر در روضه شریف ادا کرد بهتر است. و زیارت قبر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و 2 یار با وفایشان ابوبکر رضی الله عنه و عمر رضی الله عنه سنت است. در برابر قبر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم با ادب و با صدای پایین درود میفرستد. پس از آن بر ابوبکر و سپس بر عمر رضی الله عنهما سلام میدهد. و برای زائر مسجد نبوی سنت است تا نمازهای 5 را در مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم ادا کند و در آنجا ذکر الله و دعا بسیار کند و نمازهای نفلی را به ویژه در روضه شریف بیشتر بخواند. همچنین سنت است که به زیارت مسجد قبا برای ادای نماز برود. اگر این زیارت در روز شنبه باشد بهتر است، به دلیل اینکه نبی اکرم صلی الله علیه و سلم چنین می‌کردند.
و زیارت قبرهای بقیع و شهدای احد به ویژه قبر حمزه نیز سنت است، زیرا که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم به زیارت آنها می رفتند و برایشان دعا می کردند و چنین می فرمودند: السلام علیکم اهل الدیار من المؤمنین و المسلمین و انا ان شاء الله بكم للاحقون، اسأل الله لنا و لكم العافیه، یعنی سلام بر شما مؤمنان و مسلمانان اهل این سرزمین و ما هم به خواست الله به شما خواهیم پیوست. از الله برای ما و شما عافیت مسئلت می کنم. و عزم سفر کردن و رخت سفر بستن به مقصد زیارت قبر و اماکن باستانی مدینه منوره مشروعیت ندارد، بلکه مشروع آن است که رخت سفر بستن برای زیارت مسجد نبوی و ادای نماز در آن باشد که زیارت قبر را نیز در بر میگیرد. در هنگام دعا رو به سمت قبر کردن جایز نیست و تقاضا کردن از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و خواستن نیازها از ایشان نه از الله عزوجل جواز ندارد و چنین کاری شرک بزرگ می باشد. بوسیدن و مالیدن چیزی به دیوارهای حجره قبر به قصد تبرک جویی از بدعتهای محرمه و از وسایل شرک می باشد. همچنین بلند کردن صدا در نزد قبر نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و ایستادن بسیار و تکرار سلام از دور هر وقتی که داخل شود و نیز گذاشتن دست راست بر دست چپ بالای سینه مانند نماز خواندن در اثنای سلام جواز ندارد.